بیا گچبری این پروژه رو نشونت بدم که نمونهشو فقط تو کاخا میتونی ببینی. از استارت طراحی و اجرای این پروژه تا این مرحله‌ای که می‌بینید تقریبا 3 ماه زمان برده. ما سعی کردیم تو این پروژه از سبک‌های مختلف استفاده کنیم، مثل باروک، روکوکو و گوتیک. جوری از ترکیب گچبری و آینه‌کاری رو استفاده کردیم که بتونه حس و حال کاخ‌ها و بناهای ایرانی رو بده. این گنبد زیبامون تو ارتفاع 10 متری اجرا شده. ما سعی کردیم از سبک‌های ایرانی و فرنگی استفاده کنیم. مثل چی؟ مثل آینه‌کاری که کاملا یه هنر ایرانیه، یا دورلوستر قشنگمون که سبک گل مرغ استفاده شده ازش و سبک باروک. و در نهایت بعد از اتمام کار گچبری و رنگکاری میریم سراغ پتینه تا جزئیات کار از قبیل بافت، ورق‌طلا و تره‌سنگ رو بهش اضافه کنیم. این قسمت کاسه شکل تعبیه شده برای نقاشی دکوراتیو. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از چیدمان زیبایی رو دوچندان میکنه. اینم از گنبد شاهنشینمون که گچبریامون با آینه‌کاری ترکیب شده و فضاهای خالی در ادامه نقاشی میشه. ما هر پروژه رو طبق سلیقه کارفرما طراحی و اجرا میکنیم تا یک گچبری خاص و منحصر به فرد داشته باشه. شما هم اگر به گچبری علاقه‌مندید ما رو دنبال